یه چیزی تو رو کنترل میکنه. یه چیز نامرئی، ساکت و موذیانه. تو نمیتونی اونا ببینی، نمیتونی اونا احساس کنی، اما اون درون توه. از درون داره تو رو میبلعه. بدون اینکه متوجه بشی تک تک تصمیماتت رو دستکاری میکنه. مثل یه انگل، مثل یه سایه. و بدترین قسمت ماجرا اینه که خودت بهش اجازه دادی که باهات این کارها را بکنه. هر فکر و تصمیمی که داری مدام توی گوشت میگه که الان زمان مناسبی نیست. خودش رو به عنوان یه دشمن نشون نمیده، خودش رو به عنوان یه دوست دلسوز نشون میده. تو گوشت زمزمه میکنه که استراحت کن، فردا هم وقت هست. چه باور کنی و چه نه، این یه حقیقته. شما رویا و اهداف بزرگی دارید، ایده هایی که میتونه زندگی شما رو تغییر بده. اما یه چیزی مانع تو میشه. بارها قبل خواب چشماتو بستی و به خودت قول دادی که فردا انجامش میدی و این چرخه روزها و ماهها و سالها تکرار شده. بذار یه چیزی رو بهتون بگم. شاید فکر کنی به اندازه کافی قوی نیستی، به اندازه کافی نظم و انضباط نداری، اما همه اینا تقصیر تو نیست. تو ضعیف نیستی، تو مشکلی نداری. ولی از کودکی و از همون دوران مدرسه بهمون یاد دادن که باید همیشه تلاش کنیم تا در برابر ناراحتی از خودمون محافظت کنیم و بدون اینکه متوجه بشیم درون این چرخه خطرناک افتادیم. اما میتونی از این چرخه خطرناک خارج بشی. میتونی این سایه رو از سر خودت جدا کنی. اما یادت باشه آسون نیست. اولش ذهن تو در مقابل این تغییر مقاومت میکنه. احساس میکنه که داری توی یک خطر میافتی و سعی میکنه از تو محافظت کنه. اما همونطور که گفتم این صدای یک دوست دلسوز نیست، صدای دشمن توه. مهم نیست چند بار تلاش کردی و شکست خوردی، مهم اینه که این بار میخوای واقعا شروع کنی. اما یه نکته مهم، اکثر مردم میخوان همه کارها رو یه دفعه انجام بدن. یعنی یه روز پر انرژی از خواب بیدار میشن و به خودشون میگن که این بار دیگه میخوام زندگیمو تغییر بدم و کلی برنامه‌های بلند پروازانه برای خودشون میچینن. اما بعد از چند روز احساس ناامیدی میکنن و دوباره به همون الگوی قدیمیشون ادامه میدن. چون دارن با طبیعت خودشون میجنگن. چون نمیدونن که مغز انسان چطوری کار میکنه. مغز انسان برای موقعیت، رشد یا پیشرفت برنامه ریزی نشده. تنها مأموریت مغز زنده نگه داشتن شما با استفاده از کمترین انرژی ممکنه. بله، مشکل همینجاست. مغز شما هر تغییری و هر تلاشی برای خارج شدن از منطقه امن رو به عنوان یک تهدید میشناسه. برای همینه که کارهاتون رو عقب میندازین. همه چیز رو برای بعدن رها میکنین و هر بار که سعی میکنین کاری رو انجام بدین انگار بخشی از بدنتون داره با تمام وجودش مقاومت میکنه. چون مغز شما داره میجنگه تا شما رو در کمترین تلاش ممکن نگه داره. اما یه راهی برای فریب دادن اون وجود داره. یه استراتژی که مقاومت مغز رو غیر فعال میکنه و باعث میشه تا به جای خرابکاری با شما همکاری کنه. خیلی از مردم میخوان خیلی زود تغییر رو شروع کنن. مثلا میگن از فردا روزی 2 ساعت میرم باشگاه یا از فردا هفته 1 کتاب میخونم. اما بعد از چند روز که این کارها رو انجام دادن دوباره خسته میشن. چون به جای اینکه یه سنگ رو جابجا کنن میخوان همون اول یه کوه رو جابجا کنن. اما درستش اینه، به جای اینکه بگین از فردا روزی 2 ساعت میرم باشگاه، بگین از فردا میخوام فقط 10 دقیقه برم پیاده روی. به جای خوندن 1 کتاب تو هفته، بگین من از فردا میخوام نصف صفحه کتاب بخونم. این یعنی ساختن عادتهای کوچیک. اگه بهتون بگم که بشین و چند صفحه درباره یه موضوعی بنویس، قطعاً براتون سخت و بزرگه. اما اگه بهتون بگم
درباره یه موضوعی فقط یه جمله بنویس، قطعاً براتون راحت تره و بعد از نوشتن یه جمله بعدی میاد و به خودتون میایین و میبینین مثلا یک صفحه درباره یه چیزی نوشتین. دیدین؟ با همین چیزای کوچیک تغییر شروع میشه. پیشرفت مجموعه ای از اقدامات کوچیکه که بارها و بارها تکرار میشه. شاید بی اهمیت به نظر برسه، اما صدها قدم کوچیک یک مسیر کامل رو میسازه. به هدف نهایی و دوردستا نگاه نکنید. به قدم بعدیتون نگاه کنید. به جای فکر کردن به کوه، فقط سنگ بعدی رو از سر راهتون بردارید. اما شاید همین کارهای کوچیک هم بعد از یه مدت دوباره ذهن شما رو مشغول کنه و به مغز فرمان بده که وقتش یکم استراحت کنم. و اینجاست که قانون دوم میاد. فکر نکردن. بله، درسته. قانون دوم فکر نکردنه. یعنی اینکه بدون اینکه فکر کنی قدم بعدی رو انجام بده. یادت میاد درباره عملکرد مغزی گفتم؟ مغز نمیخواد تو سختی بکشی. پس اگه برای همون پیاده روی ساده روزانه بخوای فکر کنی که امروز برم یا نه، قطعاً مغزت میگه که ولش کن و بذار برای فردا. اگه بخوای پروژت رو شروع کنی و از خودت بپرسی که امروز انجام بدم یا بعداً، قطعاً مغزت میگه بذار برای فردا. پس فکر کردن ممنوع. اگه سخته که کتاب بخونی، توی مسیر کار یا خونه نسخه صوتی اون رو گوش کن. اگه هر روز با ماشین میری سر کار، ماشین رو دورتر از محل کارت پارک کن تا مجبور بشی اون 10 دقیقه پیاده روی رو انجام بدی. اگه مدام از خودت بپرسی که آیا وقت دارم یا نه، قطعاً وقت خالی پیدا نمی کنی. پس برای گوشید یه هشدار بذار و کارهایی که میخوای بکنی رو بدون ذره فکر کردن انجام بده. مثل غذا خوردن، مثل مسواک زدن، مثل خیلی دیگه از کارهای روتین روزانه. فکر میکنی بازم سخته؟ پس بذار قانون سوم رو بهت میگم. قانون 2 دقیقه. قانون 2 دقیقه چیه؟ مشخصه. کارهایی که میخوای انجام بدی رو بدون فکر کردن فقط 2 دقیقه براش وقت بذار. مثلا بگو کتاب میخونم، اما فقط 2 دقیقه، نه بیشتر. بگو میرم بیرون پیاده روی، اما فقط 2 دقیقه، نه بیشتر. مطمئن باش روزای بعدی این 2 دقیقه ها خودش تبدیل به 20 دقیقه میشه، چون مغزت داره عادتهای کوچیک رو میسازه. داره این کارها مثل غذا خوردن و مسواک زدن برات یه روتین روزانه میشه. پس یادت باشه که انجام دادن مهم نیست، مهمتر و سخت‌تر از اون شروع کردنه. چند سال دیگه میخوای بشینی و جلو رفتن بقیه رو ببینی؟ تا چند سال دیگه میخوای بگی که از فردا شروع میکنم؟ تا کی میخوای تماشاچی باشی؟ 2 تا راه داری. یا همین الان بعد از این ویدیو پاشی و به همون تنبلی و بی انگیزگی قبلی ادامه بدی، یا پاشی و فقط برای 2 دقیقه کاری که خیلی وقت میخوای انجام بدی رو شروع کنی. فقط 2 دقیقه. 2 دقیقه یه تیکه از کتاب بخون. 2 دقیقه برو پیاده روی. 2 دقیقه بشین و یه پلن برای پروژت بنویس. یادت باشه به انتهای مسیر نباید نگاه کنی، به قدم بعدیت نگاه کن. میدونم شرایط زندگی هممون هر روز سخت‌تر و سخت‌تر میشه، ولی اینو بدون هیچ چاره‌ای نداریم جز ادامه دادن. ادامه دادن برای خودمون، برای پیشرفت خودمون. تویی که این ویدیو رو دیدی، از ته قلبم امیدوارم سال جدیدت پر از اتفاقهای خوب برات باشه. از ته قلبم آرزو میکنم که امسال به اهدافی که توی سرت داری برسی. پس پاشو رفیق، پاشو که وقت نیست. پاشو و 2 دقیقه کاری که خیلی وقت میخوای انجام بدی رو انجام بده و این چرخه رو هر روز بدون فکر کردن فقط انجام بده.
فقط 2 دقیقه. 2 دقیقه تو از همین حالا شروع شد.